وقتی 13 سالم بود دلم میخواست که یه سوپر مدل موفق بشم، مثل کندال یا بلا حدید. قیافه و هیکلم واسه این کار عالی بود و میخواستم حتما به هدفم برسم. با بابام راجع به این کار صحبت کردم. برخوردشون خیلی خوب بود و گفتن ازت حمایت میکنیم. خلاصه من از بس جو مدل شدن داشتم که یه کار احمقانه کردم و خودمو به یه شرکت مدلینگ معرفی کردم. یه هفته گذشت تا اینکه یه خانم با هم تماس گرفت. سلام، شما سارا هستید؟ اسم من سایراهه. واسه همین تصحیحش کردم و گفتم سایرا هستم، شما؟ اونم گفت بابت ایمیلی که برامون فرستادی تماس گرفتم. میتونید برای عکس برداری تشریف بیارید. وای واقعا خیلی ممنونم خانم. آره عزیزم، واقعا من به دخترای زیادی کمک کردم تا موفق بشن. دفتر ما توی منهتنه. ما توی نیویورک زندگی میکردیم و زیاد دور نبودیم. بعد ادامه داد مطمئنم پدر و مادرتونم درک میکنن که این یه فرصت طلاییه. هم هیجان داشتم، هم نگران عکس‌العمل مامان بابام بودم. روز بعد ماجرا رو به بابام گفتم و اونم گفت سایرا اصلا اون خانومه کی بود؟ واقعا اطلاعات شخصی تو دادی به یه غریبه؟ این کارت خیلی اشتباهه. این روزا همه کلاهبردار شدن. حق داشت. واقعا عجول و ساده و زود باور بودم. ببین من فقط نگرانتم. یه هفته نشد که یه ویدیو دیدم که راجع به یه دختر جوون به اسم کارا نیکلز بود. 18 سالش بود و عاشق مدلینگ و گویا تو دام یه شرکت فیک مدلینگ میافته. فردی که به اصطلاح عکاس بوده براش ایمیل میفرسته و باهاش واسه عکس قرار میذاره. عکسایی که ازش گرفته شده تنها مدرکیه که از زمان زنده بودنش وجود داره، چون اون دختر از سال 2012 هنوز پیدا نشده. بعداً متوجه شدم شرکت مدلینگی که من براش درخواست داده بودم قانونی نبوده و کلاهبردار بودن. اون روز زنه یه چیز دیگه هم بهم گفت که هنوزم که هنوزه تنمو از ترس میلرزونه. ما آژانس نیستیم، ما فقط دخترایی رو که به نظرمون مناسب میان رو انتخاب میکنیم و حالا هم از شما خوشمون اومده. من از اولشم یکم بهشون مشکوک بودم. خدا رو شکر که مامان بابام اجازه ندادن برم.